به نام خداوند درمان و درد، نجات آفرین به روز نبرد. هموطنان عزیز، ایرانیان بزرگوار، آیندگان که در نبود ما این عرض و حال رو، این مرقومه رو مورد قضاوت قرار میدید. من به عنوان کوچک همه، احدرضا حمیدی، تخلص شعر احد کرمانی، با سابقه 50 سال در تولید و همچنین در ورزش به عنوان پیشکسوت ورزش کاراته و همچنین کسب افتخاراتی که در سال 2019 و 2018 برای ادبیات کشور داشتم، برای خودم وظیفه دانستم در این مقطع زمانی این پیغام و این اعلامیه رو به جناب آقای پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی اعلام کنم. عزیزان، این اعلامیه امانتی است و هر واقعیتی امانت است در نزد ما هموطنان، ما ایرانیان، و به بهترین وجه باید از آن استفاده کرد. جناب آقای پزشکیان، ریاست محترم جمهور ایران، من قصد دارم جناب عالی رو به نبض جامعه، به واقعیت موجود و به خطرات پیش رو جلب کنم. موضوعاتی که من اعلام می کنم اولا تماما قبلا در اسناد ثبت شده اعلام کرده. اینها تحلیل امروز من نیست، اینها رو کتباً در اسناد قضایی قبلا نوشتم و اگر توجه بفرمایید به تلگراف 35 سال قبل از این من به رئیس جمهور وقت، آنگاه متوجه خواهید شد که یکی از پشیمانی های آن رئیس جمهور که الان دستشون از دنیا خالی است، عدم توجه به این نظریه کارشناسی احد کرمانی است. البته احدرضا حمیدی، تخلص احد کرمانی. امروز راجع به یک فاجعه و بلکه ابر فاجعه، و شاید بهتر باشه بگم که پدر تمام فجایع اشاره کنیم: سوء استفاده از موقعیت امنیتی. جناب آقای رئیس جمهور، نیروهای امنیتی، مراجع امنیتی در مسیر خواسته‌های فردی و حتی خارج از مسیر خواسته حکومتی پوست از کله مردم کندن و فوقان در آوردن. من آنچه که دارم میگم در خصوص خودم دارم اعلام میکنم و پاسخگوی اون هستم و آنچه اعلام میکنم قبلا در متن اسناد ثبت شده قضایی نوشته شده. جناب عالی به عنوان متولی و عالی‌ترین مقام اجرایی حاکمیت بر وزارت خارجه دارید. این موضوع مربوط به وزارت خارجه است و جناب عالی الزام قانونی دارید که دستورات لازم رو در این خصوص انجام بدید. صورت جلسه‌ای توسط مقام کارشناس امنیتی وزارت خارجه تنظیم شده در 5/5/1401 در خصوص سوء قصد جانی در زندان به احدرضا حمیدی، همچنین تهدید و مسمومیت در زندان توسط دادستان وقت آقای یدالله موحد، همچنین تهدید وکلا توسط مقامات امنیتی و تصاحب ده‌ها میلیارد اموال که معادل چندین میلیون دلاره. این صورت جلسه مقرر بوده که به بازرسی کل کشور، ریاست قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مراجع امنیتی از جمله اطلاعات سپاه گزارش بشه، یعنی ارائه بشه.
در اینجا این فاجعه رو میخوام خدمتتون عرض کنم. در این صورت جلسه به صورت کتبی نوشته شده که حفاظت اطلاعات به عنوان عالی ترین مرجع امنیتی که ناظر بر عملکرد قضات کشور هست، حفاظت اطلاعات به عنوان کارچاکو در پرونده های احدرضا حمیدی دخالت غیر قانونی میکرده است و همچنین موضوع سوء قصد جانی، تهدید مسمومیت، تمام این موارد و از جمله در این صورت جلسه به یک سند در دادستانی کل کشور در خصوص یک فاجعه در مدرسه فرزندان صغیر من احدرضا حمیدی که توسط اجرای احکام دادگستری انجام شده و باعث بستری شدن فرزند و همسر من شده. من علیرغم این استخوان شکسته و این خسارات سنگین هیچ خواسته فردی ندارم، لکن رواج بیقانونی به مراجع امنیتی یک فاجعه غیر قابل جبران است. وزارت اطلاعات شهرداری نیست. وزارت اطلاعات اداره دارایی نیست که بنا باشه مأمور و مسئول یک وزارت امنیتی تبانی کنه برای بردن اموال. من در اینجا این موضوع رو از عین سند ثبت شده که همکنون هم در دادگاه شعبه 8 حقوقی کرمان مطرح رسیدگی است و وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اداره بین الملل قوه قضاییه، چون وزارت خارجه اعلام کرده که من این صورت جلسه ناامنی جانی و ناامنی مالی و ناامنی حیثیتی احدرضا حمیدی رو به اداره بین الملل قوه قضاییه تحویل دادم. علی ای حال این مراجع وزارت خارجه، اداره بین الملل قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات خواندگان این پرونده هستند. قسمتی از این رو من عیناً برای جناب عالی قرائت میکنم و شایسته است که الزام قانونی رو توجه داشته باشید و مقرر فرمایید که وزارت خارجه به این موضوع کتباً پاسخ بده. دقیقاً نوشته شده الزام خواندگان محترم به ارائه شماره ثبت صورت جلسه مورخه 551401 که با دستخط نماینده ویژه، حالا اسم سفارت و اینا هم بوده، موضوع صورت جلسه مذکور عبارت از ناامنی جانی احدرضا حمیدی و خانواده، سابقه سوء قصد جانی احدرضا حمیدی مندرج در سند ثبت شده قضایی 3754/1391 12 سال قبل، موضوع تهدید و قتل و مسمومیت مندرج در چند سند ثبت شده قضایی از جمله دادگاه عالی انتظامی قضات و نهایتاً تصاحب غیرقانونی چندین میلیارد اموال معادل چند میلیون دلار از اموال احدرضا حمیدی، از جمله 2 میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده طرح تولیدی. علی ای حال من هیچ خواسته فردی ندارم، هیچ تقاضای مالی ندارم، هیچ تقاضای پرونده قضایی ندارم، فقط این آژیر خطر رو اعلام میکنم که مراجع امنیتی در بردن اموال مردم، نمونه خودم رو میگم، کاری به مردم ندارم، دخالت دارن. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به عنوان عالی ترین مرجع نظارت بر قضات به جای اینکه با فساد مبارزه کنه در بردن اموال من مشارکت داشته و در صورت جلسه هم نوشته شده و بسیار فاجعه است که وزارت اطلاعات از پرونده وزارت اطلاعات با من در شعبه 35 دیوان عدالت بی اطلاع بوده. یعنی فاجعه است که تشکیلات امنیتی از پرونده، یعنی بتونن یک
تعدادی افراد به گونه‌ای مقتدر عمل کنند که وزارت اطلاعات از پرونده وزارت اطلاعات در دادگستری بی اطلاع باشه و همچنین مراجع بازرسی کل کشور و چند مراجع دیگر. علی ای حال این موضوعات به دلیل اینکه کتبی است و مستند هست نیاز به قریب 20 جلسه اعلام مستند داره. این جلسه اول بود و من تک به تک اسناد رو با شماره پرونده با شماره سند اعلام میکنم و تنها تقاضای من این است که ریاست محترم جمهور پرونده رو از وزارت خارجه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مطالعه و مورد مداقه ملی قرار دهند. مجددا تکرار میکنم هیچ تقاضای فردی ندارم، هیچ تقاضای مالی، تقاضای قضایی ندارم، فقط ارکان بقای کشور رو در بحران جدی میبینم و قبلا با قلم خودم در متن صورت جلسه قضایی با وزارت اطلاعات و چند کمیسیون مجلس و مراجع امنیتی به صورت کتبی نوشتم و در فایل های آینده این صورت جلسات قضایی رو اعلام میکنم. به گونه‌ای که مستحضر هستید، قرن معاصر ثبت افتخار ملی ادبیات معاصر فارسی در عرصه جهانی چاپ یک بیت شعر فارسی در متن اسناد بین المللی بوده. چاپ شعر پهلوانان سهم بودن میبرند صدور عهد کرمانی در سرتیفیکیت مطابقات کاراته آسیا 2019 که تقدیم میکنم. پهلوانان سهم بودن میبرند، ناتوانان سهم تابوت میخرند. نیز نال و نیز ماتم نیز آه در نیاید پای تو از بند و چاه. یا به چاهت خو کن و ساکت بمان، یا که تیغی برکش و بستان امان. خدا نگهدار و حافظ ایران و شما عاشقان ایران. این آب و خاک مقدس اهورایی هستم. خدا نگهدار.